سلام. امروز با همسر تصمیم گرفتیم دوتایی بریم باغ و اونجا دیزی بار بذاریم. چون هوا خیلی سرد بود همسر چوبا رو برید که بذاریم توی شومینه و توی خونه بشینیم. شومینه رو روشن کردیم و چوبا رو گذاشتیم توش و یه آتیش خیلی قشنگ درست شد. دیزیا رو گذاشتیم کنارش و شروع کردن به قل زدن و عطرشون رو توی خونه پر کردن. من توی دیزیم رب نمیریزم چون دوست نداشتیم دوتایی. موقع ریختن آبگوش همسرم دستش سوخت و نصف کاسه آبگوشش رو ریخت توی سفره، ولی من دلم نیومد غذای اون کمتر بشه و از غذای خودم براش ریختم و دوتایی با هم نوش جان کردیم. جای همتون خالی. دیشب ترشی خریده بودم از ترشی فروش محل که جاتون خالی، خیلی خوشمزه بود. ترشی پیاز و ترشی فکر میکنم تفته بیجار بهش میگن. یه دونه هم برای همسر لقمه گرفتم چون آبگوشتش ریخته بود دلش نشکنه، براش با عشق تقدیم کردم. و اینکه بعد از ناهار همسر تصمیم گرفت برام چایی آتیشی درست کنه. کتری رو گذاشت جوشید و یه چایی خوش‌رنگ و خوش عطر برام آماده کرد. اینم از چایی خوشگلمون که میره روی کتری تا دم بکشه. همسر اینجا برام چایی ریخت و من چون این سمتم بخاری بود و اون ورم شومینه حسابی داشتم میسوختم و تا تصمیم گرفته بودم که اصلا به روی خودم نیارم تا فیلم برداری تموم بشه. همسر چایی خوش رنگشو برام ریخت و قرار شد بخوریم و یواش یواش بلند شیم جمع کنیم چون که بچه‌ها تو خونه تنها بودن. چایی رو خوردیم و بلند شدیم یواش یواش جمع کردن. آسمون هم که حسابی دلبری میکرد.